دوستان اگر که گوشیتون خاموش شده و دیگه هم روشن نمیشه، داخل اکثر مواقع مردم فکر میکنن که این گوشی کارش تموم و سوخته، ولی خب این داخل 60% مواقع ممکنه گوشی کاملا سوخته باشه و خراب شده باشه که باید ببریش تعمیرات موبایل. داخل 40% مواقع میشه خیلی راحت این مشکل رو برطرف کرد. و اینکه این مورد تو گوشی شیائومی بیشتر پیش میاد که یهو گوشی خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه. ببینید دوستان، چند وقت پیش داداشم اومده بود پیشم میگفت گوشیش سوخته، خاموش شده بود و دیگه هم روشن نمیشد. بهش گفتم که گوشی تو بذار نیم ساعت شارژ شه، حتی اگه هیچ عکس العملی هم گوشی نشون نمیده بذاریدش نیم ساعت شارژ. وقتی که نیم ساعت شارژ شد، دکمه پاور و دکمه زیاد کردن صدا رو همزمان نگه دار و 10 الی 20 ثانیه نگه دار، یعنی این دوتا رو همزمان فشار بده و 20 ثانیه نگه دار تا گوشی بیاد تو حالت بود. تو حالت بود که اومد، اونجا دیگه راحت میتونید گوشی رو روشن کنید. با دکمه کم و زیاد کردن صدا تو اون محیط میتونید حرکت کنید و با دکمه پاور میتونید تایید کنید. و اینکه تو اکثر مواقع ممکنه از این روش بشه حلش کرد و اگر هم از این روش حل نشد، دیگه ممکنه گوشی یه مشکل جدی‌تر براش پیش اومده باشه. البته دوستان اینو هم بگم که وقتی دکمه پاور رو زیاد کردن صدا رو همزمان فشار میدین و نگه میدارید، ممکنه بار اول کار نکنه، باید مداوم تست کنید، امتحان کنید. دکمه پاور و کم کردن صدا رو هم تست کنید تا گوشی بیاد داخل حالت بود. و اینکه شاید داخل 50% مواقع گوشی نسوخته باشه و از این روش بشه گوشی رو دوباره احیا کرد. و اگر هم سوخته بود، به نظر من دیگه گوشیتون رو تعمیرش نکنید، عوضش کنید، چون گوشی که سوخته تعمیرش هم کنید، اون تعمیرات موبایل اون جنسی که میندازه خب جنس اصلی کارخونش که نیست، یه جنسی حالا پایین تر از اونه و ممکنه دوباره خراب شه. حالا گوشی که خودش 7 تومن، البته الان که در این ویدیو رو میگیرم گوشی مثلا گوشی شیائومی 7 میلیونه، مثال میزنم البته. حالا گوشی مدل بالاتر باشه خب هزینه بیشتری هم میگیرن، فرقی نمیکنه به اون صورت. ولی خب شما یه گوشی میگیرین 10 تومن مثلا 3 میلیون 4 میلیون هم بدین تعمیرش کنید، دوباره بعد این مدت گوشی هم که تعمیر شه دوباره هم خراب میشه دوستان، چون اون قطعات اصلی خودش که روش ننداختن و اینکه گوشی فرسوده شده بالاخره و دوباره خراب میشه. به نظر من اگه بتونید عوضش کنید خیلی بهتره. کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید دوستان. روز خوش و خدا نگهدار.